وقتی که مردکی که زن خوشحال و خوشبخت چیزایی میخواسته که براش مهیا کردن نمیتونه خوبش تنها زندگی کنه خوبش زن نگیره از پیشتی به من توفه نخرید به من گل نخرید زندگیش ویران کرده اومده خونه ما چیکار کنم بچه چیکار کنم چی دوچه زنک جان اگر پول میبود زنک جان 2 کیلو نه اما 10 کیلو گوشتی گوسفند میآوردم 10 کیلو دیگه گوشتی گاو میآوردم زنک مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی ای حال احوال خونه را ببین دفترخونه مرادی یگان چی نداره تا به این مردک از سر تا بگره چی کار میکرده باشه در خونه یگان چی نیسته مشتری بند است بند کجای آخی ایره بی نمی برداره این مردک بی نمی برداره 20 بار زیاد چی زنگش میزنم نمی برداره بعد میگه که تو مرا دوست نمیداری تو خیلی تو مهر محبت نمیکنی سوسو خیره بین بردار میدونه که درجه این دور میدونه امروز زاد روز نیمه برایم خانه می برداره حال بردار من میدونم شما را چی خواه کنه حال بردار خیره بی نمی برداره لبای الو لبای زنک جان مردک لبای گوش دارم زنک شرطه ما شما دا 30 بار زنگ زنم بعد شما تلفن ها بردارین آخی زنک جان کم کارم میدونی کار بسیار زنک آخی کارتان مهمه یا که من یا زادروزی من امروز زادروز دارم شما یک بار خیلی زنگ زده تبریک کرده این خیلی چیزا در خاطرتون نمیرسه ها خیلی زنک کمی سهر گفتم که رفتم در که زادروزم بورک باشه خیلی مصرف داری ما خیلی کارم زنک چیکار کنم چی گپه تنجی تلفن ها را بردارین با تنجی تر میشوه میدونین که امروز زادروز دارم با خونه را آمدین دستی خالی نیاین یگم تحفه ساز یگم چیزی ساز بیارین مالی زنک هم خونه در چیزی نمیرسم میخرم میگیرم میام هاو چیزای ساز بیارین با دستی خالی نیاین مالی زنک جان هم خرسلی نشه جان میشه امروز زادروز دارم بر وقت ترک بیاین کار گفته امروز پا نیختانا بند نکنین فهمیدین مالی زنک جان اجازت میگیرم بر وقت مایلش خیر خواه زنک جان او زنک جان آمده مردک ای زنک مولودت مبارک باشه پروردگارم خیلی همیشه رنگ گل باشه گل خاندان من بگی زنک جان یک گوشتی مرغ توامه با خم آوردم باز میرم با این مغازین پول رگان آب پو میارم خلاص هم دست خونه یک آرا و تورا بوده زنک جان دستات گلای چیه؟ گوشتی مرغ آوردم زنک گوشتی مرغ پیش ای همه در نغزی نسی آوردم بگی از 3-4 کیلو نمیدونم 2 کیلو چند کیلو 2.5 کیلو هم خیلی اجازه روزش که زنک گل تارتون کنی تورت گل روشی گرم زنک جان بسیار میخواستم که بگیرم نکید پولم نرسید زنک همه 115 سومون در برم داشتم زنک جان همه او را گرفتم موزه برای نه قنفیت آب و نرسیدگی چیز داده رفیقم شهزاد جان زنگ زدم گفت که میگیرم میپرتم و دو میرم قند میارم زنک فقط زنک خرسندی که آخه امروز خرسندی داری زنک زادروز داری گوش کنین مرده یکم سال باشه این دویم سال زندگی مونه خیلی سال گذشته فهمیدیم که توی تماشا کردن چی پول مال داشتین در توی رسخود کردین این سال چی؟ من یک عمر خدا فقط به همین این چیه؟ این پرودکتای خونه هیوخی دوستان و تماشابینان عزیز همه رقم‌های واتساپ زیر اکران بوده در حاضر رکک می‌نویسین و توفیق اختون هم اجانی به شرکت هم اجانی در پای ما
قبول میکنیم. یعنی چی خیل شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید در خونه‌تون نشسته خونه نبرین، توسط هم تلفن موبیلیتون کار و فعالیت خودتون و بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سرکرده تا 15000 تومان معاش بگیرین. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست. یگان کسا التماس نمیکنه، یگان کسا پول نمیتین. دانشجو خرکا 100% میتونید کار کنید. اپایی که در کارخانه دولتی یا کارخانه شخصی کار میکنه شما هم 100% میتونید که کار کنید. برای به کار قبول شدن یگان کسا التماس نمیکنه، فقط ستارچی دایرکتوری شرکت فابلیک اپای فروغجان که 1.5-2 سال میشه در شرکت فابلیک کار و فعالیت میکنه. در همین قدر مدت کوتاه همین اپاجان ما 381000 تومانی یعنی که فایده دیدگی اجانبی شرکت. برای همین اپای ما تجربه داره، تمام نازکی‌های کار شما را نقطه به نقطه میفهمونه، یاد میده. با این چونین وقتی که شما از مینویسین کار آغاز میکنین انا هم توفا پیشنهادتون میکنه اجانبی خودش، هم با اجانبی شرکت توفا میگیرین. در شرکت فابلیک کار کردن چه خوبی‌ها داره با دقت گوش کنین. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه توفا میگیرین. غیر توفاهای میگرفتگیتون وقتی شما 2 ماه در شرکت کار میکنین دایرکتوری شرکت میشین، در این حالت 20000 تومانی اجانبی شرکت شما توفا میگیرین. این چونین با یک چلای طلای دیگه اجانبی اپای فروغبانو برای همین حاضر حرکت کنین، بنویسین، هم کار آغاز کنین، هم توفاهاتون صاحب شین. با برای تولد هر یک فرزندتون 15800 تومانی دیگه اجانبی شرکت شما را توفا میدن. ما یک عمر خدا فقط به همین این چیه این پروداکتای خونه هیوخی یک دستگل یک تورت چی بود نیاوردین؟ نرسید، نداشتم زنگ. نرسید زنگ، نداشتم زنگ. همه چی را بهونه میکنین، همه چی پرابلم شدگیه. آخه گوش کنین مردک 2 کیلو گوشت بجای همین 2 کیلو گوشت مرغ 2 کیلو گوشت گاو خریدن نمیتونستین. 2 کیلو گوشت گاو چه خریدن نتونستین؟ زنگ جان اگر پول میبود زنگ جان 2 کیلو نه اما 10 کیلو گوشتی گوسفند میآوردم، 10 کیلو دیگه گوشت گاو میآوردم. زنگ یکی نه بزنه خود میدونی زنگ جان شرایطی من معاش زیاد نمیگیرم. زنگ خیلی او خونه اجاره پیشینم خیلی با کمتر سبکتر بود 10000 بود. گفتیم من در اینجا شهر میدارم ایجا میکشم در خیلی خونه. گفتیم من خونه مقصد شروع بگی خیلی ایرا گرفتیم 4500 تومان در اینجا میسپریم. زنگ این 2 روز پیش من سپردم. اجاره بهونه شده یا مردک 4500 تومان پول اجاره میتیم. اجاره بهونه شده، اجاره وظیفه تونه. وقتی که مردکی که زن خوشحال و خوشبخت و چیزایی میخواسته که براش مهیا کردن نمیتونه، خوبش تنها زندگی کنه، خوبش زن نگیره. وقتی یک مردکی که ایهودای خودش نمیبرویه، ایهودای زن چه خیلی میبرویه. شما چیزایی میخواستگی من برای ما مهیا کردن نمیتونید. بس سیوخی من دیگه خیلی زندگی کردن نمیخوام. قطعی شما قطعی آدمی قشاقی زندگی کردن نمیخوام. بس زنک از تفیلا بگو. زنک همش نظم میشه و همه من مهنت کردم، کوشش کردم. خدا دیده است که من ساعت ساعتی 5 بیرون میبرم، ساعتی 8 شام 5 شام خونه میدونم. زنک در این زندگی قشاقونه شما تنها من صبر کردم. همین را میفهمید؟ در این زندگی قشاقونه شما تنها من صبر کردم. رنگ زنک های دیگه از شما ماشین نخواستم، از شما چیز قیمت نخواستم. شما نمیتونین حتی نصف مردک های همسایه شوین، نصف هوایی بدن نمیتونین. میدونین نمیره در روزی روز بینه که چی آورده، بینه چی آورده این چی آورده گوشتی مرغ. بس من دیگه زندگی کردن نمیتونم. تا انم جمع آوردین میرم خونه یا چم خودتون در همین خونه زیب شما تنها بودن و تنها زندگی کردن تنها زندگی کنید. فهمیدین؟ نه که استغفرالله بگو زنک. یو بسم الله. امروز روزی زادروزی خواهد کرد. میگه که گفتن که تورتای ناز داره کنی ها رفته بینیم. با چی گپ شد؟ اوچا من دیگه قطعی زندگی نمیکنم. برای چی؟ و علیکم برسلام.
оча имрӯз зодрӯз ман як дастагил чие ки барои ман харида наметавонам. Як торче биге ки чӣ овардай? 2 кило гӯшти мирғ бо гӯшти мирғ говам не оча. духтарҷон о дар давраи мо ҳамин мирғам набуд. оча ҳатто қайд намекардем зодрӯза. ту аз барои як зодрӯз шуда ту як зиндагӣ ободу ту вайрон мекунӣ а? خالجانی من خیلی که شما میدونین من ای سحر تو بگه هم میبرم ساعت 5 سحر میبرم ساعت 8 9 شب من خونه میدارم همه مهنتی من همه زحمتی من همه کوششی من راست میگی. برای همه اوله من برای خرسندی شای برای خوشبختی شای یک ماه گذشته بود گفت که من طریق اجاره 10000 من شهر میدارم یک کس میگه من ایزا میکشم خلاصه گپ که من نمیخوام در اینجا زندگی کردم برای من اجاره لوکس بگی که 5000 6000 نقد داشته باشه در 4.5 5000 تومان خلاجون بازی خونه گرفتیم اجاره گرفتیم که مهم زنی من خرسند باشه زنی من خوشبخت باشه یک خیلی وابسته به شرایط امروز در روزش خیلی خرید کردم آوردم خیلی من نتونستم که دسته گلش بگیرم مثال تارت بیارم و دیگر چیزا بیارم یکی خیلی شلو حرکت میکنم در آینده میشه وقت خلا یکی امروز خیلی سر پس نه یعنی سبساتی تو برای یک کس دیگه نکن که تمام قطعی زندگی نمیکنم من اومم رفتنی هم نیستیم نه در روزا آرام شد خوش آمدی من قطعی یکم بچه جان فهمیدین آرام شد چی گپت اینجا؟ امروز روزی زادروزش بوده است از پیشتی به من توفان نخرید به من گل نخرید زندگیش ویران کرده اومده خونه من چیکار کنم بچه چیکار کنم شد دوچه من همه چیز با خبرم من همش میدونم این خواهر مرا چی بگم دیگه آخه بایی چی بگم که همین نگفتنم بهتره نمیدونم حیفی همین جوان مرد حیفی همین یگیتی نازنی که همین نصیبی تبرین ناسیپاس شده خیلی چیکار کنیم بچه من چیکار میکنی اوچه دامادم گناه بازی اگر این نداره. همین نگاه که چیکار میکنی اوچه این همین بازی خارش کنه مردک بره و یک زن دیگه بگیره چیکار میکنی نه نمی خود برای یک زن دیگه بگیره چیکار میکنی با آب چشمش در پرای روش با اکای خیلی اکا و خیلی من همه بچه را همه خسواله من یگام کامودیش نیفتم یگام کامودیش ندیدم اوچه راست میگی بچه منم می ندارم همین چنگ نه می خیلی که میگن همین میدان نام برین احترام میکنه خاله جان گفته احترام میکنه اوچه البته این همین مرا من همین دودارم کمش نمیدونم همین رنگی دودارم نکی اولی در باره گفته که زادروز شای کیمچی نخریده همین بچه بیچاره مرا زنگ زده اکا گو همین روز همو اویلم زادروز داره کم ترک کارم و التماس همو یک تورت و یک زنجیره نمیخره بیاره اکا جان همو با پولش حتی در صورت حساب مگذارون اینا با چی میخواه همو حالی تیار در ماشین گرفتگی ماندگیه نه که این خیلی ناشکری و ناسیپاسی کردن در کار نیسته بیچاره کیم کی فکری ترکدگیه صد حیف من نمیدونم من دیگه گپ ندارم اوچه مایلش گرفته بیار بچه حاضی جنگ چی لازمه ولی باید گپ میزنیم باش حاضی یک دت اینا خواه منو مبارک شود دخترم یک چیز فراموش نکن که در وقت شما هم در قدم اول زندگیمون نه پول داشتیم نه ماشین داشتیم نه خانه داشتیم اجاره میشتیم حتی در خوابگاه هم زندگی کردیم اینو اوچه هم میدونه راست میگی نکی همین یک مثل از گو صبر کنی از غوره حولا میپزه همین صبر ما رو به همین خونه رسون امروز صاحب ماشین صاحب خانه صاحب همه چی شدیم همین برکت زندگی هم در یک دیگر فهمیه اگر همین زن شوهر یک دیگر فهمی نداشته باشه او خانه برکت پیدا نمیکنه گپ تمام بازی هر دد میریم خوش رو یک آش یک با یک تیار میکنیم نغز یک تشکیلی هم میبینیم ما اون چجور نمیگیریم میام فهمیدی؟ قید کردن
ها. خب تست شاف شد خیر دختر جان داماد جان هیچ گپ نه هیچ گپ نه مایلش مالی مو انتظار مایلش